دعای کفاره مجلس. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کسی در مجلسی بیهوده گویی کند و قبل از پایان مجلس این دعا را بخواند، آن سخنان بیهوده و ناشایسته‌ای که در آن مجلس مرتکب شده است بخشوده خواهد شد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.